من پزشک متخصص قلب و عروق هستم. چند سال پیش به همراه چند پزشک دیگر یک مرکز درمانی تأسیس کردیم که تا اینجا بسیار موفق بوده و برای ما سودآور شده. از نظر خیلی ها من مردی موفق و ثروتمندم. اما واقعاً ته قلب خودم موفق ترین بخش زندگیم رو ازدواجم با رویا میدونم. من واقعاً شانس آوردم. در بین همکاران، فامیل و دوستان کسی رو نمیشناسم که از زندگی مشترکش تا این حد راضی باشه. من اما واقعاً هر لحظه بابت وجود رویا خدا رو شکر میکنم. رویا دختری ساده، نجیب، آروم، با نگاه‌هایی که همیشه به من آرامش میده. به محض اینکه میرسم خونه از هیاهوی دنیا بیرون میرم. داستانی که میخوام تعریف کنم برمیگرده به زمانی که 4 سال از ازدواج ما گذشته بود. من و رویا واقعاً در کنار هم آروم بودیم. لبخند رویا همه خستگی و دغدغه‌های روز من رو میشست و میبرد. فقط حضور یک نفر بود که روی زندگی مشترک ما سایه میانداخت. البته از نظر من، از نظر رویا هیچ مشکلی وجود نداشت. آن یک نفر کسی نبود جز ناهید، مادر زنم. البته که باید بگم اون مادر واقعی رویا نبود. مادر رویا در کودکی به دلیل بیماری‌های مختلفی که داشت از پدر رویا جدا شده بود. اونها زیاد در موردش صحبت نمی کردن، اما گویا وسواس به شدت زیادی داشت که دیگه قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده. بعد پدرش خیلی زود با ناهید ازدواج کرده و اونها در کنار هم زندگی کردن. رویا هیچ وقت در مورد ناهید حرفهای بدی نمیزد. البته که باید بگم رویا در مورد هیچ کس حرف بدی نمیزد. از هیچ کس در این دنیا بدش نمی اومد. اون اوایل به نظر من هم ناهید زن بدی نبود. اما خیلی زود فهمیدم اشتباه فکر می کردم. از همون ماه‌های اول بعد از ازدواجمون متوجه شدم که حضورش آرامش خونه ما رو به هم میزنه. گاهی حرفهای نیشداری میزد. گاهی بین من و رویا اختلافهای ریزی مینداخت. اما انقدر زیرکانه عمل میکرد که من و رویا هیچ وقت نمیتونستیم دقیقاً بفهمیم قصدش چیه. به مرور رفتارهاش عجیبتر میشد. برای من SMS میفرستاد. یه وقتهایی تعریفهایی از من میکرد که لحن یک مادرزن رو نداشت. وقتایی که احساس میکرد توجهم به رویا بیش از حد زیاد شده، حساسیت‌هایی به خرج میداد و میخواست بین ما فاصله بندازه. گاهی حتی تلاش میکرد من و رویا رو از هم دور کنه. اوایل فکر میکردم شاید فقط یک حسادت زنانه باشه، چون ناهید اختلاف سنی زیادی با رویا نداشت. بعد پیش خودم گفتم شاید من زیاد حساس شدم. سعی کردم فاصله رو رعایت کنم. مثلا وقتایی که رویا میگفت میخوام برم به ناهید سر بزنم، سعی میکردم من همراهش نرم. اما یواش یواش رفتارهاش عوض شد، به شکلی که دیگه نمیشد نادیدش گرفت. ناهید بعضی وقتا یه جورایی حرف میزد انگار صاحب منه. یه بار گفت مهرداد، رویا دختر بی تجربه‌ایه، تو اما مرد پخته‌ای هستی. حیفه که زندگی تو دادی دست این دختر بچه. من فقط خندیدم. انگار اون داشته شوخی میکرده. اما توی ذهنم چراغ‌های هشداری روشن میشد. وقتی من بهش توجه نمیکردم، ته نگاهش یه حسادت وحشتناکی رو میدیدم. من میدونستم رویا هیچ تقصیری نداره. اون حتی نمیدونست که ناهید چنین جمله هایی رو گفته. اون حتی از اون SMS ها خبر نداشت. البته که در اون SMS ها حرف خاصی نمیزد. مثلا چند بیت شعر بود. شعرهایی که 1000 معنی داشت. اما من همه رو بی جواب و بی توجه رد می کردم. آروم آروم اما ناهید داشت نقشه های بزرگی رو در سرش می پروروند. انگار همه روزش رو مشغول نقشه کشیدن بود. همین که ما رو می دید حرفهایی می زد که بینمون اختلاف بندازه. از حرفهای کوچیک و سوء تفاهم‌هایی که میشنید کوه میساخت. وقتی که رویا حتی برای چند دقیقه به دستشویی میرفت، جمله‌هایی رو میگفت که به نظر من وحشتناک بود. اما من پزشک بودم. آدمی که سالها با تشخیص دقیق جان بیماران رو نجات داده بود.
آدمی که سالها اعتبار و آبرویی ساخته بود. من ناهید رو یه بیمار میدونستم. حرفهاش رو زیاد جدی نمیگرفتم. تا اینکه یه شب توی واتساپ پیام داد و نوشت: مهرداد، چرا نمیفهمی که عاشقت شدم؟ تو لایق یه زندگی خوبی، یه رابطه گرم و عاشقانه. رویا که این چیزا رو نمیفهمه. اون همیشه همینطوری سرد و بی احساس بوده. من اما میتونم کامل در اختیارت باشم. فقط کافیه که تو بخوای. این جملات بوی خطر میداد، بوی خیانت، بوی حسادت. ناهید دیگه داشت پاشو از گیریمش درازتر میکرد. این مسئله خیلی فکرمو درگیر کرده بود. اما از هر راهی که بهش فکر میکردم در نهایت به این میرسیدم که باید ماجرا رو به رویا بگم. اون باید بدونه که نباید بیش از حد به ناهید نزدیک بشه و نباید مسائل خصوصیمون رو براش تعریف کنه. مطمئناً یه چیزایی از رابطمون براش تعریف کرده بود که ناهید به خودش اجازه میداد چنین حرفهایی بزنه. اون از کجا میدونست که بین من و رویا چی گذشته؟ از کجا میدونست که رویا مریض شده؟ اون حتی فهمیده بود که ما مشکل بچه دار شدن داریم. رویا خیلی ساده بود. ناهید حدود 10 سال از رویا بزرگتر بود. اما رویا انقدر تنها بود که همه درد و دلاشو برای ناهید میبرد. خودش میگفت بارها از دوستای صمیمیم حسادت دیدم. از همه ضربه خوردم. حتی برام تعریف کرده بود که دختر خاله‌هاش از سر حسادت چقدر بهش چرت و پرت گفته بودن. برای همین فقط با ناهید درد دل میکرد. فکر میکرد ناهید واقعاً خیرشو میخواد. غافل از این که اون شیطان صفت چه نقشه هایی برامون کشیده بود. من اما حالا تصمیمم رو گرفته بودم. دیگه راه پس و پیش نداشتم. تصمیم گرفتم همه پیام ها رو ذخیره کنم. تماس هاش رو ضبط میکردم. اون فقط حرف میزد و قربون صدقه من میرفت. ادعا میکرد که از سر تا نوک پنجه پامو دوست داره. مطمئنم هرگز اینطور قربون صدقه شوهرش نرفته بود. شوهری که همه زندگیشو به پاش ریخته بود. ناهید در همین مدتی که همسر بهرام بود، چند تا مغازه و خونه و زمین و ویلا به نامش شده بود. توی هر مناسبتی بهرام براش طلا می گرفت. از نظر مالی هیچ کمبودی نداشت. اما هیچ وقت نفهمیدم که از زندگی ما چی می خواست. بهرام یه تاجر موفق بود. یه مرد همه چی تموم بود. با شخصیت، با ادب، با محبت. اما ناهید گیر داده بود به من. می گفت بهرام اصلا به من محبت نمی کنه. در صورتی که خودم بارها دیده بودم بهرام چقدر قربون صدقش میره. نمیدونم از نظرش محبت چی بود. سعی میکردم جلوی ناهید اصلا حتی دست رویارم نگیرم. از این حرفها خسته شده بودم. از اون نگاهها خسته شده بودم و میترسیدم رویا بویی ببره. اگر بو میبرد شاید حرف منو باور نمیکرد. ناهید واقعا 7 خط بود. یه روز وقتی از بیمارستان اومدم، رویا بهم گفت خوب شد زود اومدی. میخوایم بریم خونه بابا. قراره بابا و ناهید یه مسافرت فوری برن. گفتم قراره کجا برن؟ گفت بابا یه کار مهمی داره، قرار شده برن ترکیه. ولی گفته بیاین اینجا یه سری وسایل هست توی یخچال که باید ببرید. تا ما بریم و برگردیم اینا خراب میشه. بریم بیاریم بدیم به نگهبان ساختمون. گفتم باشه عزیزم، تا من دوش میگیرم تو آماده شو. من عاشق آماده شدن رویا بودم. واقعا عاشق همه کارهای این زن بودم. هیچ وقت زیاد آرایش نمی کرد. ساده، معمولی، پر از محبت و آرامش بود. یه مرد واقعا از زندگیش مگه دیگه چی میخواد؟ همین آرامش برای من یه دنیا ارزش داشت. با اون لبخند همیشگیش همه فکر و خیالا رو از من دور میکرد. همه استرسا و نگرانی هام به محض ورود به خونه یادم میرفت. اما این مسئله ناهید خیلی ذهنمو درگیر کرده بود. هر وقت که قرار بود به خونه پدرزنم بریم، انگار ته قلبم دلشوره میگرفتم. دلم میخواست یه بهونه‌ای جور کنم و نرم. دلم میخواست ناهیدو اصلا نبینم. کاش میشد میرفتیم یه جای دور. کاش بحث بیمارستان و مطب و مریضها و عملهای جراحی نبود. کاش حالا که ما نمیرفتیم حداقل بهرام جمع میکرد مهاجرت میکرد میرفت. دست زنشو میگرفت و برای همیشه میرفت. اما چی میشه گفت؟ من که نمیتونستم بهش بگم زنتو وردار برو. اونم دلایل خودش رو برای موندن داشت. کار و زندگی و شرکت و کارخونه و همه اینجا بود.
زیر دوش یه فکر عجیب به ذهنم رسید. میتونم از روش‌های مختلفی برای مدرک جمع کردن بر علیه ناهید استفاده کنم. از اینکه چنین فکری به ذهنم رسیده بود خوشحال شدم. دوربین مخفی که میکروفون داره، میتونم همه صداهای ناهید رو ضبط کنم. یکی از بیماران وکیل بود. اون ماهی 1-2 بار به من سر میزد. چند وقت پیش درباره این ماجرا باهاش صحبت کردم. اونم به من گفت باید مدارک مستدل جمع کنی. میخوای ازش شکایت کنی؟ گفتم نه، نمیخوام کار به اونجاها بکشه. فقط میخوام نتونه زندگیمو به هم بزنه. از فکر این که بتونه آرامشمونو به هم بزنه واقعا عصبانی میشم. ناهید واقعا داره با سرعت جلو میره. هر چقدر جلوتر میرم این حقیقت برام وحشتناکتر میشه که شاید ناهید به جز من با مردهای دیگه‌ای هم همینطور در ارتباط باشه. من که هیچ وقت تا الان جوابشو ندادم. فکر این که به بهرام تا الان بارها خیانت کرده باشه دیوونم میکرد. چجوری یه زن میتونه اینقدر کثیف باشه؟ چطور میتونست به دختری که مامان صداش میکرد اینطور خیانت کنه؟ اون شب رفتیم خونه بهرام و ناهید صندلیش رو یه طوری میذاشت که روبروی من بشینه. سنگینی نگاهش رو مدام حس میکردم. کاش واقعا بتونم به زودی از شرش خلاص شم. بعد از شام بهرام و رویا رفتن توی آشپزخونه. بهرام گفت بابا جون بیا اینا رو که گذاشتم کنار بهت بدم. برای خودت هم یه مقدار چیز میز گذاشتم کنار. من و ناهید نشسته بودیم و چایی میخوردیم. ناهید خودشو به سمت من کشید و گفت دلم برات تنگ شده بود. واقعا توی مغزم تیر میکشید. این که من زن بهرامم نباید دلیل بشه که تو اصلا نگاهمم نکنی. من سالهاست عاشقتم. تو واقعا عاشق رویایی؟ تو رو خدا بذار حرفمو بزنم. من از عشق تو دارم میمیرم. از فکر این که یه لحظه کنار تو باشم، دست تو بگیرم، نگاه هم کنی، واقعا آخرش خودمو میکشم. برگشتم چپ چپ نگاهش کردم و گفتم بسه. داری دیوونم میکنی. اگه میخوای به بهرام و رویا چیزی نگم، این بازی کثیف تو تمومش کن. برای هر دوتای ما بهتره که تمومش کنی. وگرنه برات خیلی گرون تموم میشه. یه لحظه خودشو عقب کشید و گفت مثلا میخوای چی کار کنی؟ میخوای منو بکشی؟ بکش. میخوای خودم الان برم تیغو بیارم همینجا خودمو بکشم؟ من عاشقتم دیوونه، میفهمی؟ عاشقتم. میخوای یه کاری کنم رویا خودش ازت طلاق بگیره؟ چی میخوای؟ تو فقط به من بگو چی میخوای، من همین الان برات انجام میدم. میخوای کارامونو بکنم با هم بریم کانادا؟ یه زندگی 2 نفری، دور از همه، عاشقانه، آروم. رویا برات تو زن نمیشه، به دردت نمیخوره. ولش کن بابا اینو. تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرف هاست. یه زندگی خوب، یه زنی که هر لحظه بهت عشق بده. دستشو آورد طرف من. من از جام بلند شدم. گفتم رویا جان، کی حاضر میشی بریم؟ من خیلی خستم. رویا هم جواب داد و گفت عزیزم الان میام. بهرام و رویا بی خبر از همه جا با خنده وارد پذیرایی شدن. ناهید که اشک توی چشاش جمع شده بود بلند شد و رفت. بهرام یک کمی شک کرد. گفت عزیزم چی شده؟ ناهید گفت هیچی. انگار موجه رفته تو چشمم. الان میام. رفت تو دستشویی. خیلی ولی طولش داد. استرس گرفته بودم. گفتم نکنه بلایی سر خودش بیاره. نکنه نامه‌ای چیزی گذاشته باشه و بخواد واقعا زندگیمو با آتیش بکشه. این زن واقعا دیوونه است. چی میخواد از جون من؟ رویا برای من اندازه همه دنیا بسته. از روزی که عاشقش شدم به هیچ زن دیگه‌ای نگاه هم نکردم. فکر میکنی تو مطب، تو بیمارستان هر روز چند تا زن میان و میرن؟ دخترای رنگ و وارنگ، بی حجاب، با حجاب، با چادر، با مانتو. فکر میکنی چجوری با من حرف میزنن؟ چقدر لوندی بلدن؟ چقدر خودشونو برای من لوس میکنن؟ اگر میخواستم تا الان چه کارها که نمیتونستم بکنم. اما من فقط رویا رو دوست دارم. من از پدر خدا بیامرزم فقط وفاداری یاد گرفتم. فقط همینو بلدم. عشق بلدم و زندگی. من نمیتونم رویا رو ول کنم. حتی اگر بهم بگن همه دنیا رو بهت میدیم، من حاضر نیستم این دختر مظلوم و مهربون رو ول کنم. حتی حاضر نیستم یه لحظه دلش رو بشکنم. کاش هرگز چنین اتفاقایی نمیافتاد. خدایا این چه امتحانیه؟ میخوای منو با چی امتحان کنی؟ با عزیزترین کسم؟
با همه زندگیم، با زندگی که همیشه آرزوش رو داشتم. از بچگی وقتی مامان و بابامو کنار هم میدیدم که چجوری دست همو میگیرن، فقط همچین چیزی میخواستم، همچین آرامشی، همچین عشقی. حالا که بهم دادی، میخوای باهام چیکار کنی؟ تو بالکن وایساده بودم و به درختا خیره شده بودم. یه دفعه رویا بهم گفت عزیزم میای نایلونا رو برداری، یه کمی برای من سنگینه. بهرامم پشت سرش اومد تو بالکن، 2 نایلون دستش بود و گفت مهرداد جان شما هم حسابی به زحمت افتادید. کلیدو دادم به رویا. به خونه سر بزنید. البته که آقا عبدالله میاد به حیاط میرسه، اما کلید اتاقو نداره. شاید ناهیدم زود برگرده. میگه کلاس دارم، کار دارم. حوصله‌اش سر میره از صبح تا شب تو هتل بمونه. من از اون طرف شاید مجبور بشم برم ارمنستان. حواستون به ناهید باشه دیگه. واقعا تو قلبم آشوب بود. چرا این زنی که باید تنها برگرده؟ کاش میتونستم همین الان همه چیو به بهرام بگم. حسابی سر دوراهی مونده بودم. 2 هفته گذشت. رویا بهم گفت عزیزم امشب باید بریم دنبال ناهید فرودگاه. تنها برمیگرده. به نظرت بیاریمش خونه خودمون؟ بهش گفتم رویا جون هر کاری که خودت صلاح میدونی رو انجام بده. من روی حرفت حرف نمیزنم. ناهید رو از فرودگاه برداشتیم. تو تمام طول راه توی آینه به چشای من خیره شده بود. انگار از چشاش آتیش میبارید. خدایا این جادوگر از کجا پیدا شد تو زندگی ما؟ ناهید اما خبر نداشت که من توی خونه، مخصوصاً توی پذیرایی و آشپزخونه دوربین کار گذاشته بودم. با آقا عبدالله پول دادم که بره برای باغچه کود بخره. وقتی که اون نبود من نصاب دوربین آوردم و چند تا دوربین گذاشتم. میتونستم از روی گوشیم تصویر دوربینا رو ببینم و صدای خونه رو بشنوم. البته که خیلی شک داشتم. اگر میفهمیدن حتی میتونستن از من شکایت کنن. اما من هر طوری که بود باید دست این شیطان رو میکردم. تحملش توی اون خونه که برای من مأمن آرامش بود واقعا سخت بود. الکی گفتم سرم درد میکنه و رفتم خوابیدم. رویا گفت من میخوام دوش بگیرم. 2 روز دوش نگرفتم، خیلی کلافم. میخواستم بهش بگم تو رو خدا نرو دوش بگیر. تو رو خدا منو با این زن تنها نذار. اما هیچ کاری از دستم بر نمیومد. واقعا نمیخواستم چیزی بفهمه. تا رویا پاشو گذاشت توی حموم، ناهید در رو وا کرد و اومد توی اتاق. گفت عزیز دلم برات تنگ شده بود. کلی برات سوغاتی آوردم. کجا بذارم رویا نفهمه؟ از اون قهوه ترکا که دوست داشتی برات آوردم. یه کراوات هم برات آوردم. همون رنگی که دوست داری. سرمه‌ای. یه کت شلواری داری راهه. با اون میتونی ستش کنی. لبه تخت نشسته بود و مثل رادیو حرف میزد. یه بند حرف میزد و قربون صدقم میرفت. من اما خشکم زده بود. واقعا باید چیکارش میکردم؟ کاش میتونستم دستم و دور گردنش حلقه کنم و فشار بدم. داره دیوونم میکنه. رویا در حمومو باز کرد و گفت مهرداد جان اون نرم کننده‌ای که خریده بودم و برام میاری؟ ناهید دست و پاشو گم کرد. از روی تخت بلند شد و چسبید به در کمد دیواری. بهش گفتم همین الان از این اتاق میری بیرون وگرنه آبروتو میبرم. نفسش بند اومده بود و رنگش پریده بود. رفتم نرم کننده رو دادم به رویا و برگشتم. ناهید تو اتاق نبود، اما یه ساک کوچولوی آبی گذاشته بود روی تخت. اصلا نگاهشم نکردم. برداشتم بردم بهش دادم. تو اتاق نشسته بود و داشت گریه میکرد. بهش گفتم مادر زن عزیز دستت درد نکنه. وایسا رویا از همون بیاد بیرون، بعد سوغاتی 2 تامونو با هم بده. گفت چرا نمیفهمی من عاشقتم؟ چرا نمیفهمی دارم از عشقت میمیرم؟ باز همون حرفا رو تکرار کرد. از بوی بدنت دیوونه میشم، وقتی چشماتو میبینم روانی میشم، برات ادکلون خریدم، کراوات آوردم. خسته نمیشد از این حرفا؟ یه آدم چقدر میتونه بی‌محلی ببینه و توهین بشنوه بازم ادامه بده؟ بهش گفتم بهرام که برگرده همه چیو بهش میگم. گفت چرا تو بگی؟ خودم بهش میگم من عاشق مهرداد شدم. بهش میگم که دلم میخواست هر شب و هر لحظه جای رویا باشم. بهش میگم شبایی که کنار تو بودم تصورم این بود که تو بغل مهردادم. بهش میگفتم که برای اولین بار توی زندگیم عاشق یه مرد شدم. یه مردی که بوی تنش دیوونم میکنه. وقتی میاین خونمونو میرین من فقط تو اتاقو بو میکشم. پنجره ها رو باز نمیکنم که بوت نره. میفهمی دیوونه چقدر دوست دارم؟ واقعا سرم دیگه تیر میکشید. نمیدونستم باید بهش چی بگم. هیچ وقت یه آدم روانی اینطوری به من ابراز علاقه نکرده بود. این عشق نیست. این دیوونگیه.
این اوج حماقته. اومدم بیرون و در اتاقو بستم. رویا اومد و گفت ناهید کجاست؟ رفته خوابیده؟ قرار بود با همدیگه میوه بخوریم و فیلم ببینیم. ناهید کجا رفتی؟ ناهید از تو اتاق گفت عزیزم یکم سردرد دارم. بذار امشب و استراحت کنم، فردا شب با هم فیلم میبینیم. رویا همینجوری که داشت موهاشو خوش میکرد منو بغل کرد. بعد گفت ناهید جون سوغاتیامونم ندادی یا؟ بعدم خندید و رفت به طرف اتاق. بهش گفتم عزیزم تو سوغاتیا رو بگیر، من بعدم میبینم. ناهید از تو اتاق گفت آره راست میگی، الان براتون میارم. مهرداد که نخوابیده، خوابیده؟ رویا گفت نه مهردادم اینجاست، بیا حداقل یه چایی بخوریم. ناهید از تو اتاق اومد بیرون. یه روژ قرمزی هم زده بود. نمیدونم شاید فکر میکرد من با این چیزا تحریک میشم. یه ساک صورتی دستش بود. داد به رویا و گفت سوغاتیای جفتتون این توه. برای مهرداد نمیدونستم چی بگیرم، فقط یکم قهوه ترک آوردم. همینجور که داشت حرف میزد من یه تشکر خشک و خالی کردم و رفتم. گفتم عزیزم من فردا جلسه مهمی دارم، مسواک میزنم میخوابم. رویا گفت باشه عزیزم، قربونت برم، خیلی خسته‌ای، دستت هم درد نکنه. من به طرف دستشویی رفتم. رویا به بهرام زنگ زده بود و داشت باهاش حرف میزد. ناهید بازم اومد سراغم. این زن نه از چیزی میترسید و نه خجالت حالیش بود. از دستشویی که اومدم بیرون خودشو چسبون بهم و گفت اگر حرف منو نفهمی و اگر نذاری من کنارت باشم واقعا خودمو میکشم. اون موقع تا آخر عمرت خودتو نمیبخشی ها. گفتم خانم محترم، مادر زن عزیز، این حرفا شوخی بردار نیست. همه اون حسایی که شما داری من ندارم. من فقط عاشق رویام. دست از سر من بردار. اینطوری هم زندگی خودتو به هم میزنی هم زندگی ما رو. بعدش هم مطمئن باش که منو هرگز نمیبینی. باز همون حرفا رو تکرار کرد. چی میخوای؟ میخوای با هم دیگه بریم؟ میخوای یه کاری کنم رویا خودش ازت طلاق بگیره؟ میخوای بهش بگم مهرداد بچه میخواد؟ میخوای برم دعا بگیرم؟ واقعا نمیدونستم باید چی بگم. با دستم هلش دادم و خورد به دیوار. بهش گفتم مادر زن عزیز، شب بخیر. بلند گفتم که رویا هم بشنوه. فردا صبحش وقتی بلند شدم رویا تنهایی داشت صبحونه میخورد. بهش گفتم ناهید جون هنوز بیدار نشده؟ گفت بیدار شد و رفت. بهم گفت قرار خواهرش بیاد خونهشون. انگار از یه چیزی ناراحت بود. فکر کنم دلش برای بهرام تنگ شده. البته همون بهتر که رفت. اینجوری خودمون راحت تریم. بهش گفتم آره عزیزم، وقتی یکی خونمونه انگار اصلا ما از همدیگه دور میشیم. کنار هم نشستیم. رویا مثل همیشه برای من لقمه میگرفت و من میخوردم. این از عادتهای همیشگیش بود. به من میگفت تو اگه قرار باشه خودت لقمه بگیری 2 تا لقمه میخوری میری. اما یه لحظه هم فکر این مسائل منو رها نمیکرد. تو بیمارستان بودم که ناهید بهم زنگ زد. گفت میدونم خونه نیستی. پاشو بیا اینجا، میخوام باهات حرف بزنم. قول میدم این آخرین باری باشه که بهت زنگ زدم. پاشو بیا اینجا. اگه نیای پشیمون میشی یا. خوشحال شدم که بهم زنگ زد. حالا وقت مدرک جمع کردن شده بود. بهش گفتم نیم ساعت دیگه اونجام. گفت باشه قربونت برم. این زن واقعا روانی بود. بلند شدم رفتم. درو باز کرد و زود منو بغل کرد. گفتم هو چی کار میکنی؟ قرار شد فقط با هم صحبت کنیم. گفت باشه قربون چشات برم، بیا بشین. من اما رفتم درست روبروی دوربین نشستم که قشنگ بتونه ضبط کنه. گفت چرا اونجا میشینی؟ گفتم من اینجا راحتم. اومد نشست پیشم و خودشو چسبوند بهم. این بهترین موقعیت بود. دستشو گذاشت رو صورتم. گفت ببین مهرداد، نمیدونم چجوری بهت بفهمونم. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. حتی اگه بهرام همه دنیا رم به پام بریزه برام مهم نیست. واقعا نمیخوام. هیچی نمیخوام. همه مدارک رو آماده کردم که هر چی به اسممه رو بهش پس بدم. میخوای همه رو به اسم رویا بزنم؟ میخوای به اسم تو بزنم؟ چی کار کنم؟ تو فقط به هم بگو چی کار کنم. تو لب تر کن. بهش گفتم خانم محترم، مادر زن عزیز، من هیچ چیزی از شما نمیخوام. تنها چیزی که میخوام اینه که ولم کنی. انقدر برای زندگی ما نقشه نکشی. این همه مرد تو دنیا هست. آقا اصلا بهرامو نمیخوای؟ طلاق بگیر برو زن یکی دیگه شو. به قول خودت مهاجرت کن. برو آمریکا، برو کانادا، برو هر خراب شده‌ای که دوست داری. فقط دست از سر من بدبخت وردار. من از زندگیم راضیم. من زنمو دوست دارم. من همه چی رو دوست دارم. گفت آخه رویا که بچه دار نمیشه. گفتم نشه. من اصلا بچه نمیخوام. بچه میخوایم چیکار؟
بچه به چه درد ما میخوره؟ من و رویا در کنار هم آرامش داریم، همین بسه. جفتمونم همدیگر رو دوست داریم. گفت آخه اون رویا چی داره که من ندارم؟ چی بهت میده که من نمیتونم بدم؟ گفتم عشق، آرامش. گفت به خدا من 100 برابرشو بهت میدم. نشسته بود زمین، به پام افتاده بود. این زن واقعا دیوونه بود. هر چی بیشتر جلو میرفتیم بیشتر مطمئن میشدم که این دیوونه است. بهش گفتم بلند شو، خجالت بکش، اینقدر خودتو کوچیک نکن. چی از این دنیا میخوای؟ بهرام که بهت عشق میده، محبت میده، احترام میده، اینقدر خودتو کوچیک نکن. این زندگی که قدرشو نمیدونی آرزوی خیلی هست. بشین آروم زندگی تو بکن. چی میخوای؟ گفت من فقط تو رو میخوام. همش همین حرفا رو تکرار میکرد. بهش گفتم ببین، یه بار دیگه به من نزدیک بشی، یه بار دیگه از این حرفا بزنی، بخوای زندگی من و رویا رو به هم بزنی، خودم میکشمت. گفت بکش، آرزوم اینه که به دست تو کشته بشم. خدایا چرا این زن حرف نمیفهمه؟ بلند شدم، در و پشت سرم کوبیدم و رفتم. ناهید نشسته بود رو زمین و گریه میکرد. انقدر گریه کرده بود و بغضش گنده بود دیگه نمیتونست حرف بزنه. یه جورایی دلم داشت براش میسوخت، اما مدرک مورد نظری که میخواستم و فعلا داشتم. هنوز 2 کوچه هم از خونه پدرزنم دور نشده بودم که دوباره ناهید زنگ زد. دوباره زدم روی اون برنامه که صداشو ضبط کنه. با همون گریه و بغض داد میزد. مهرداد برگرد، مهرداد من عاشقتم، چرا منو اینجا تنها گذاشتی؟ بیا امشب و پیش من بمون. به رویا بگو رفتم مسافرت. تو رو خدا همین یه شب و بیای پیش من دیگه ازت هیچ چی نمیخوام. برات غذا درست میکنم، خونه و زندگی و به اسمت میزنم. چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو برات فراهم کنم. همین جوری گریه میکرد و حق حق میزد و حرف میزد. فقط صداش داشت ضبط میشد. بهش گفتم زنی که میفهمی چی میگم؟ چه جوری باهات حرف بزنم؟ تو مادر زنمی، نمیخوام بهت بی احترامی کنم. گفت بابا من مادر زنت نیستم، انقدر به من نگو مادر زن. صداشو برده بود بالا. هم گریه میکرد، هم داد میزد. واقعا دیوونه شده بود. بهش گفتم در نظر من شما مادر زنمی. شما همسر پدر زن من هستی. رویا بهت میگه مامان. بعضی وقتا بهت میگه مامان ناهید. خجالت بکش. از سن و سالت خجالت بکش. از چشمای بهرام خجالت بکش. گفت نمیخوام آقا، من اون مرتیکه رو نمیخوام. چجوری بگم نمیخوام؟ من نه این زندگی رو میخوام، نه بهرام رو میخوام، نه رویا رو میخوام، هیچ چی نمیخوام، فقط تو رو میخوام. بلاکش کردم. واقعا دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. حالا از تلفن خونه داشت پشت سر هم زنگ میزد. دوباره وصلش کردم. بهش گفتم ببین من کار دارم، جراحی دارم، اعصاب منو به هم نزن. الان تو اعصاب منو خورد میکنی، میرم اونجا مریض زیر دستم میمیره. همینو میخوای؟ شروع کرد به معذرت خواهی. گفت من شرمنده‌ام، منو ببخش. چیکار کنم که عاشقت شدم؟ چیکار کنم؟ دست خودم نیست. همینطوری دوباره اون حرفا رو تکرار میکرد. دور سرت بگردم، فدای چشمات بشم، تصدقت بشم. تو رو خدا امشب و با من باش. بهرام فردا پس فردا برمیگرده. بیا کنار من باش. روزی 1 ساعتم بیای کنار من باشی برا من بسه. یه خونه بگیریم، روزی 2 ساعت بیا کنار من باش. من چیکار کنم که تو منو بخوای؟ چیکار کنم که بیای طرف من؟ هر کاری که بخوای برات میکنم. هر لباسی که میخوای برات میپوشم. هر سندی که بخوای برات امضا میکنم. هر غذایی که بخوای برات درست میکنم. مهرداد تو فقط لب تر کن. همین جوری داشت حرف میزد و صداش داشت ضبط میشد. مهرداد من همیشه فکر میکردم از زندگی فقط پول میخوام، اما از روزی که تو رو دیدم فهمیدم فقط عشق میخوام. فقط عاشق تو هم. چی کار کنم؟ هر کاری کردم رویا رو از ازدواج با تو منصرف کنم نتونستم. هر چقدر به بهرام گفتم رویا خواستگارای بهتری داره، بفرستش خارج درس بخونه. بهرامم گفت من روی حرف رویا حرف نمیزنم. میخواستم تو فقط مال خودم باشی. واقعا خسته شده بودم. حالا اما مدارکی که میخواستم و داشتم. وقتی رسیدم بیمارستان به بهرام زنگ زدم و گفتم پدرزن جان چطوری؟ چه خبر؟ گفت شما چطورید؟ چه خبرها؟ شنیدم ناهید نمونده خونتون. گفتم آره ما سعی کردیم بهش بد نگذره، اما انگار خونه خودتون راحت تره. گفت آره ولش کنید، فقط اگه تونستین بهش سر بزنین. اونم اخلاقای خاص خودشو داره دیگه، یهویی دوست داره تنها باشه. البته میگه شاید خواهرم بیاد پیشم. من میترسم که تنها بمونه. آقا عبدالله زیاد حواسش به چیزی نیست. یه وقتایی هم یهویی ول میکنه میره. گفتم نه ما حواسمون هست. شاید اصلا رویا رو ببرم بذارم پیشش. گفت باشه دستت درد نکنه. بهش گفتم کی برمیگردی؟
گفت چهارشنبه تهرانم. گفتم میشه 2 نفری مردونه همدیگه رو ببینیم؟ گفت چیزی شده مهرداد؟ گفتم نه چیزی نشده، ولی یه مسئله کاری هست که باید باهات راجبش حرف بزنم. گفت باشه، من چهارشنبه ساعت 3 تهرانم. میخوای بیا فرودگاه حرف بزنیم؟ گفتم تو فرودگاه که نمیشه، ولی میبینمت، هماهنگ میکنیم. واقعا تصمیممو گرفته بودم. باید همه چیزو به رویا و بهرام میگفتم. تصمیم گرفته بودم رویا رو وردارم با هم بریم به دیدن بهرام، اما همش میترسیدم ناهید خودشو بندازه وسط. شب که رسیدم خونه به رویا هم گفتم رویا میخوام یه جلسه خصوصی و خانوادگی داشته باشیم. گفت برنامه‌ت چیه؟ برنامه مسافرت چیدی؟ گفتم نه. میخوام من و تو و بابات ستایی با هم تنها یه جایی حرف بزنیم. میتونی یه جوری هماهنگ کنی که ناهید نیاد؟ گفت نگران شدم مهرداد، چی شده؟ تو هیچ وقت از این برنامه‌ها نمیریختی. ناهیدم همیشه بوده دیگه. گفتم نه، میخوام در مورد یه چیزی حرف بزنم که بین خودمون ستا بمونه. گفت به من زودتر نمیگی؟ گفتم نه، قضیه انقدر مهمه که فقط میتونم اون موقع بگم که باباتم بیاد. گفت باشه عزیزم، هر جوری که خودت صلاح میدونی. من عاشق این شعورش بودم. هیچ وقت اصلا زیاد اصرار نمیکرد. روز چهارشنبه رسید. دیگه نه شبا میتونستم بخوابم، نه میتونستم درست حسابی غذا بخورم. همه فکر و خیالم شده بود چهارشنبه، وقتی که بهرام برسه و من همه مدارک رو براش رو کنم. اما برنامه اونجوری که فکر میکردم پیش نرفت. رویا گفت هر کاری که کردم نتونستم ناهیدو بپیچونم. اصرار داره که اونم باشه. چون ساعت بلیت بهرامو میدونه، هیچ جوره نتونستم دست به سرش کنم. گفتم اشکال نداره. شاید اصلا اگه باشه بهتره. رسیدیم توی لابی هتل فرودگاه. هر 4 تامون دور میز نشسته بودیم. ناهید اما برعکس همیشه انگار اصلا آرایش نکرده بود. شاید بو برده بود، ترسیده بود. بهرامم مدام ازش میپرسید عزیزم چی شده؟ چرا رنگ و رود پریده؟ چرا انقدر بیحالی؟ اونم همش میگفت واسه دلتنگیه، واسه دوریه. یه ذره هم سرم درد میکرد، کمرم هم از صبح درد میکنه. خلاصه انواع و اقسام بهونه ها رو میآورد. دوره یه میز گرد نشسته بودیم. نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. بهشون گفتم میخوام یه چیزی رو بگم که برای من واقعا سرنوشت سازه. برای من واقعا مهمه و چند ساله که درگیرشم. چشای ناهید درشت و گرد شده بود. رویا دست منو گرفته بود و فشار میداد. گفت مهرداد داری نگرانم میکنی، میشه زودتر بگی؟ یه ذره منمن کردم. واقعا آب دهنم خوش شده بود. بهشون گفتم همتون میدونید که من و رویا عاشق همیم. اما یه دشمن درون خانواده ماست که همه تلاشش رو کرده که ما رو از هم جدا کنه. البته که خدا رو شکر موفق نبوده. خودش هم بارها اعتراف کرده. از روزی که من و رویا میخواستیم با هم ازدواج کنیم همه سعیش رو کرده. لپتاپمو گذاشتم روی میز. بازش کردم. روشنش کردم. اون 3 نفر همین جوری به هم نگاه میکردن. نمیدونستن ماجرا از چه قراره. شایدم یه حدسایی زده بودن. فیلمو گذاشتم. فیلم وقتی که ناهید به دست و پای من افتاده بود و میگفت فقط امشب و پیش من بمون. یه خونه بگیریم، روزی 2 ساعت بیا کنار من. هر چی بخوای برات میپوشم و هر کاری بخوای برات میکنم. و رویا همین جوری اشکاش راه افتاده بود. ناهید رنگ گچ شده بود. پدرزنم رنگ لبو شده بود. دلم نمیخواست اونا رو آزار بدم. ولی مجبورم کرده بود. باید میفهمیدن که این زن چه شیطانیه. هیچ وقت تا حالا بهرامو این شکلی ندیده بودم. انگار موی رگای چشمش داشت میزد بیرون. تنها کاری که کرد این بود که یه چک زد تو صورت ناهید. بلند شد و رفت. ناهید بلند شد دنبال بهرام رفت. نمیدونستم میخواد چی بهش بگه. بهرام همه چیزو شنیده بود. یه عالمه پرینتم از اسمساش و پیاماش گرفته بودم. صداهای ضبط شده‌ش هم بود. اما کار به اونجاها نکشید. همون ویدیو بس بود. رویا لباش میلرزید. الهی براش بمیرم، چقدر براش سخت بود. زنی که این همه سال فکر میکرد جای مادرشه، حالا براش از 1000 تا دشمن بدتر شده بود. اما من به جز این کار واقعا هیچ کار دیگه ای از دستم بر نمیومد. یه وقتایی میترسیدم ناهید بلایی سر خودش بیاره. نکنه بلایی سر رویا بیاره. از ترس همه اینا واقعا شبا خواب نداشتم. الان اما تونستم یه نفس راحت بکشم. رویا بلند شد و منو بغل کرد. بهش گفتم عزیزم واقعا ببخشید. واقعا نمیخواستم آزارت بدم. اما دیگه راهی برام نذاشته بود. باید به تو و بهرام ثابت میکردم تا قبل از اینکه بخواد کاری کنه باید میفهمیدید که این چه شیطانیه. بارها منو تهدید کرده بود. یه بلایی سر تو میاره، یه بلایی سر من میاره، یه بلایی سر خودش میاره. واقعا دیگه ازش میترسیدم.
وقتی من و رویا دست همو گرفته بودیم و داشتیم میرفتیم بیرون، دیدم بهرام جلوی در وایساده و داره سیگار میکشه. خبری البته از ناهید نبود. گفتم بهرام جان منو ببخش. تو برای من واقعا قابل احترامی، اما واقعا نمیتونستم دیگه طاقت بیارم. بهرام منو بغل کرد و گفت مهرداد خیلی مردی. شاید اگر هر کس دیگه ای جای تو بود کم می آورد. وا میداد. میگفت حالا رویا هست، اینم باشه. کسی که نمیفهمه. ولی دمت گرم. واقعا دمت گرم. خیالم راحته که یه روز سرمو بذارم زمین، رویا جاش امنه. واقعا دمت گرم. حالا من میدونم با زندگی خودم. نگران ما نباشید. من تکلیفمو با این زنی که معلوم میکنم. حالا یه نفس راحت کشیدم. رویا منو بغل کرده بود. اشکاش بند نمیومد. خدایا شکرت. از این امتحان سربلند اومدم بیرون. انگار پدرم از آسمونا داشت نگام میکرد. انگار اون به هم این قدرت رو داده بود. انگار اون توی همه مسیر به هم کمک کرد بتونم این مدارک رو جمع کنم. بتونم دست این زن رو رو کنم. نمیدونم از این به بعدش چی میشه. آیا بازم خطری تهدیدمون میکنه یا نه؟ بهرام میخواد با ناهید چیکار کنه؟ من باید با رویا چیکار کنم؟ واقعا دلش شکسته بود. اما میدونم همه چیز درست میشه. این سخت ترین قسمتش بود که گذروندیم. رویا دستای منو گرفت و گفت از این به بعد 100 برابر بیشتر از گذشته دوست دارم. مرسی که بهم خیانت نکردی. مرسی که تنهام نذاشتی. نمیدونم باید بهت چی بگم. دست همو گرفتیم و رفتیم سوار ماشین شدیم. حالا زندگی ما وارد یه راه جدید شده بود. نمیدونم آخر این راه چی میشه، اما میدونم که راه درستی رو انتخاب کردم. نظر شما چیه؟ آیا شما تا حالا پیشنهاد وسوسه کننده‌ای داشتین که در مقابلش مقاومت کرده باشین؟ به نظر شما بهرام باید برای زندگیش چه تصمیمی میگرفت؟ اون مرد حالا همه زندگیشو باخته بود. ممنونم که تا پایان این داستان واقعی هم با ما همراه بودید. اگر عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و روشن کردن زنگوله زودتر از جدیدترین داستان‌ها با خبر بشید.